سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا اومدیم با دوئل با دوستان گنده گوزی. اینطوری بهتون بگم بچه. اومده بودیم کالاف. اومد جانیال گفت تو مدرسه اگه میتونی یا دوئل. آقا اومدیم نگاه کن کیل اول داره. یه دابل مشتیمون نشه این وسط. آقا اومدیم یه دابلش کردیم. آقا نمیدونم زیاد نمیخوام بزنم. ریکوسا فراموش نشه. البته رایگان هر موقع دوست داشتین می‌بینید نظرتون راجبش عوض کنید. اسکی رفتم ولی خب اینجا رو نگاه هیپ با هم میخورد. خدایی بچه یه دمیجی با هم میشد. اینجا یه دونه دیگه زدم با اینکه نوبم ولی خب بتایتون نمیرم. بابا جانیان نگاه کن اومده تونبا کشیده اما هم اسکی رفته. آقا اینجا یه خط گرفتم نیومد یه رو نتاش کردم دیدم یه اول فصل دیلش هم خفنه یه دارم دیل همون با دیل دمیل شد. یه دونه دیگه زدم یه دونه دیگه آخر زد. بابا مگه میشه خدایی چیتری پیش نیستنی. حالا ادامه هم نگاه کنید چیتر هم نیست. من نوبم ببخشید یه اچتیار کشتم این فشاری کننده ها یه دونه زدم هیپ نخورد. دومی زدم حالا فصلش خوب بود ولی خوب اومدم جانیار دیدم گفتم ببین خط میگیری خطت میکنم. یه دونه هیپ زدم نخورد. یه دونه دیگه زدم نخورد. بابا اینا نمیخورن جایدن. انگشتمو برا کردم براتون الان هیپ بگیرم. یه دونه دیگه بابا این تمپلاره خیلی بود. اینجا جانیار رو من دوباره زد. بابا ول کنید 2 ثانیه خودش گرفتید. آقا اومدیم حالا دیگه هست. یه دونه اینطوری زدم فصل اسکوپ هی نگاه اومده بود رو تیم اپ کنم نزدمش. بابا تو اصلا مال تیم اپ هم نیست. من تیم اپ نیستم بچه. اینجا اومدیم یه دونه زدم به تو پشمام بیخته داری وان شات شد. حالا درستن یا فکرم ندیدم ولی خوب. آقا اومدم اینجا یه دونه پریدم یه دونه اینطوری زارت زدم نخورد. یه دونه دیگه زدم فصل اسکوپ و فایر خورد. حالا ما توضیح نمیدم زیاد. آقا توضیح باید بگیم میگوسته ببخشید. آقا اومد ابیلیتی کشید بابا. فقط این دو به تکی که من دارم میزنم فقط ابیلیتی ندارید میگه. فقط اسمی به قول من چقدر بیجم ببخشید باشه خدای اولی میگوی طولانی میگوی باید کنیتور جان پدرتو. یعنی پشمام ریخت اینجا. چه هیپی زدم من خیلی دورتر هم زدم ولی خوب اچتیار اصلا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه دونه اینطوری یه هیپ زدم نخود. بابا خدایی این باید میخود من کلان بچه هیپ زدیم. اومده اینجا یه خط گرفته بود گفتم پسی کلت رو میدارم. بچه تمبلاری هم خدایی نوب نبود بازش خوب بود چون دوستم حالا چند تا ویدیو دیگه هم قراره باش بگیریم. یه دونه دیگه هم ازش ویدیو دارم دوباره اون رو روزی کرده بود. اومدم دوباره زدمش. یعنی گفتم ببین این دفعه میام تو یوتیوب پخشت میکنم تا یاد بگیری. این تمپلاره نمیداشت من 2 ثانیه آسایش بگیرم. یه دونه جانیار رو زدم گفتم یه تموم شد فکر تمپلاری رو زدم. تمپلاری اومد گفت دوستان عزیز همکنون آهو. اومدم یه دونه زدم پس کلش دوباره نخورد. یه دونه داداش شام زد نخورد دوباره. ببخشید بابا جانیار تو این وسط چی میگی؟ ما داریم فایت این کامبوی کراسبو یا اول آره اینو لوکاس هم در آوردم گفتم داداش لوکاس سر میارم دیگه. من اینجا لوکاس نیستم. من نمیدونم بابا اسنایپ منو بالا پر دارید ولی دیگه در ندارید اینجوری بزنید خط بگید. خدای خیلی میگید منم اینجا یه دونه زدم دمیج یه دونه یه دونه زدم اومد کم پیده بود دردم. یه دونه زدم هیپ خورد. این یکی هم دوباره دمیج کردم. اومدم یه دونه زدم به پشت. ببین من اصلا کلا دمیج کن زدنیم 1000 بار دمیج شدم مردم ولی خب بابا what the fuck چطوری منو زد آجی. من دیگه اینو باید میگیرم. یه فینیشر گرفتم گفتم الان جانیان میاد دهن منو سرویس کنه. گیلشو برداشتم. ببین چه دیلی داره. من دوربینش هنوز نتونستم اون دوری کنم. من واقعا هنوز اینجا جانیار نایفهم کرد. حالا
بحث اونو بعدم بهتون توضیح میدم. میخوام دوربینشو بگیرم. اومدم اینجا گفتم ببین نامردی ما نمی کنیم دیگه، میایم اینجا یه نایف میزنیم نخورد. دومی زدم خورد. آخرین کیله فکر کنم، بچه کیفیت من خیلی پایین تره. آره کیفیت ویدیو خیلی پایین تره. اومدم فینیشر بگیرن. بلی گفتم داداشیام دیگه نایف کنه. مرسی که ویدیو رو دیدی. لایک و ساب فراموش نشه. فعلا.